حسنیگل روزیه و این زنان و دختران خانشین از دهه فیض‌آباد جماعت دهات گلستان ناحیه واسه با آغاز گردیدن معرکه جمع‌آوری حاصل پخته با کاری موسمی جلب گردیدند. آنها مقصد دارند که با اشتراک در جمع‌آوری حاصل پخته خوب مهنت نموده از درآمد پخته چیدرشان بودجه عائله‌شان را غنی می‌گردانند. جمع‌آوری پخته در میم اشتراک میکنیم. خواجگی خانه دا یاری میرسونه، طلبامون سومش میتیم، مکتب دا کتاب میگیریم. خانه دا یگان چی خانه دا با یاردم کمک میکنم. خانه دا استودنت سازه. در میدان پخته‌زار خواجگی دهقانی به نام شبنم که این زنان پخته میچینند برای هوسمند نمودن چینکچون رهبریت خواجگی شرایط‌های خوب مهیا نمودند. حاصل خوب انشالله سازه. برای همین حاصل خوب شما چیکار کردین؟ ما اوزقه از آبتی دسته آب گرفتیم، دوباره اوزقه دادیم برای پخته شیدن، برای جمع‌آوریش که مثال خوب شود، سنترش بیشتر شود، آب داروش را تامین کردیم سر وقت دادیم. در این کار موسمی تا 40-50 نفر هسته که نمی‌جدی خیلی دستین شما جمع‌آوری هسته، هم امروز سر وقت 10 روزه کرده میتیم، معاششون هم میتیم، انا تا حد امکان خود گرماشون هم میتیم. طبق دورنمود در ناحیه واسه امسال از میدان 7535 گکتار پخته دستی جمع‌آوری می‌گردد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.